سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. بعد از 3 ماه اومدیم فری فایر، اونم با پیسی که این اتفاقاتی که اخیر پیش اومد کلا ما رو از بازی انداختن. ببین چیکار کردم با اون، کلا نتونستیم بازی کنیم. الان چیزای جدید اومد، جام جهانی هم نزدیکه که الان اینجا متاسفانه دانلود نداریم که نشون بدیم. دنس جام جهانی اومده، بعد اینم یه پتی یه پتی اومد دیگه، انگار روزانه میره با جلو میره. آره، حالا اومدیم صحبت کنیم. واقعا دلتنگ فری فایر شدم. خیلی خوشحالم که یه دفعه دیدم فیلترم در اومد. فیلتر بود موقع، یادتون باشه با فیلتر شکم بازی میکردیم که خدا رو شکر الان برگشتش، رفت فیلتر شد و دیگه از این و بعد ویدیو همچنان میذاریم. اگه نت همراهی کنه که آپلودش کنم تو یوتیوب، که امیدوارم که بتونم ویدیو، یعنی اینکه آپلود بشه، نت را یاری کنه که بتونم ویدیو بذارم تو یوتیوب، ویدیوی خفن خنده دار که قبلا میذاشتم، که اینجوری دیگه. حالا رنگم که ماشاءالله ما 3 ماهی که نبودیم کلا اومد پایین. یعنی کلش سیزن 537 بتلم 500 چی 500 سیتیر ببینین. یعنی اسو من 5 خوندم. منظورم که کلش سیزن 37 بتلم 51 رفتیم، یعنی دیگه 49 دیگه کلا نرفتیم دیگه. حالا سوتی بدم دادم. خیلی بد. یعنی خیلی بد بود. یعنی چی 50 و 554 چیه مثلا؟ انگه یعنی چی؟ یعنی من چرا باید سوتی میدادم؟ یعنی بتر و کلش و هر دوتا رو گفتم 500 و فلان. بیا اینم از نت، دنس هم میخوام بذاریم گیر میده. بنازیم. وای ویدیوم خراب کردی. خب خلاصه این که آره سوتی بد دادم، کلا هنگ کرد. ببینی ویدیومو خراب شد.